این روزا اسم سریال معصومیت خیلی سر زبون است و انگار قرار نیومده کلی قوقا بپا کنه. خب بگید ببینم از عشقی که سرکای توتونجو با معروف شدنش اونو کنار گذاشت خبر دارید؟ یا حتی از زندگی عشقی پرفراز و نشیب هولیا آفشار معروف؟ اگه میخواین به جواب همه سوالاتون در مورد فیلم‌ها و بازیگرای ترکیه برسید، فقط یه راه داره. اونم چی؟ عضویت توی کانال لنز. شماره 1. هولیا آفشار. این خواننده و بازیگر سرشناس و معروف ترکیه تا به حال 2 بار ازدواج کرده. اولین بار در سال 1979 وقتی که 16 سال بیشتر نداشت با یه دانشجوی مهندسی به اسم مهمت تجیرلی ازدواج کرد، اما خیلی زود در سال 1981 از هم جدا شدن. ازدواج بعدی اون در سال 1997 با ورزشکاری به اسم کایا چیلینگیر اغلو بود و اونا صاحب دختر به اسم زهرا شدن. با این حال عمر این ازدواج هم در سال 2005 به پایان رسید. علاوه بر این 2 ازدواج، هولیا روابط عاشقانه‌ای رو هم تجربه کرده. یه دوره عشق هولیا آفشار و خواننده معروف ترک ابراهیم تاتلیس سر زبونا افتاد تا جایی که ابراهیم تاتلیس آهنگ معروف ماوی ماوی رو برای اون نوشت و خوند. اون در سال 1987 تا 1988 با فوتبالیست ترکیه‌ای و صاحب جایزه کفش طلای اروپا یعنی تانجو چولاک وارد رابطه شد. نفر بعدی تاجری به نام سادتین ساران بود که رابطه اونا از سال 2007 تا 2010 ادامه داشت. آخرین رابطه عاشقانه هولیا با تاجری به اسم مهمت درلی بود که اونم در سال 2015 با به جای گذاشتن یه عالم علامت سوال توی ذهن همه به پایان رسید. شماره 2. دنیز چاکر. دنیز تا به حال ازدواج نکرد و مجرده. اون در سال 2008 با بازیگر ترک نیهاد آلتینکایا وارد رابطه شد، اما عشق اونا در سال 2010 به پایان راه خودش رسید. بعد از اون در سال 2012 بود که با بازی در سریال افت یه رابطه عاشقانه بین اون و ابراهیم چلیکوف شکل گرفت که اونم 1 سال نشده تموم شد. دنیز از سال 2015 تا 2018 با یه بازیگر دیگه به اسم اوکتای کاینارجا که 18 سال هم ازش بزرگتر بود وارد یه رابطه نافرجام شد. و در آخر دنیز در سال 2018 یه رابطه جدید رو با خواننده اپرا گووش دایستون شروع کرد که این رابطه هم راه به جایی نبرد و در سال 2019 به پایان رسید. شماره 3. ایلایدا آلیشان. ایلایدا آلیشان، نه آیلایدا آلیشان. دقت کردین؟ به خدا که این دفعه دیگه اسمشو درست تلفظ کردم. بله، ایلایدا خانم در حال حاضر مجرده. در سال 2018 عکسای اون و یه پسر ناشناس توی تعطیلات در بودروم همه جا پخش شد. اما بعدش هیچ کسی نفهمید اون پسر دقیقاً کی بود و اصلا اون رابطه چی شد. هنوز جریانای عشقی سرکای توتونجو و بقیه بازیگرای این سریال مونده ها. پس جایی نرید و با عضویت توی کانال لنز تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. شماره 4. تولگا گولج. در سال 2010 همزمان با همبازی شدن تولگا و ییلدیز چاگری آتیکسوی در سریال روزی روزگاری بود که شایعاتی از رابطه تولگا و ییلدیز سر زبون افتاد. اما تولگا هیچ وقت اونو تایید نکرد و ییلدیز رو فقط دوست معمولی خودش معرفی کرد و نه بیشتر. بعد از اون بود که تولگا در سال 2013 با بازیگر ترک یلیز شار ازدواج کرد، اما متاسفانه ازدواج اونا در سال 2017 به جدایی ختم شد. نکته جالبش اینه که بعد از جدایی اونا تا مدت‌ها همچنان با هم رابطه صمیمی داشتن و حتی با هم زندگی می‌کردن. اما به گفته یلیز در آخر حسادت‌ها و دخالت‌های تولگا کار دستش شد و رابطه اونا واسه همیشه تموم شد. تولگا یکم بعد از طلاقش با یه مترجم و جهانگرد به نام توبا آنیل یه عشق کوتاه مدت رو تجربه کرد و جالبه بدونی که این رابطه با ایموجی های قلبی که تولگا زیر پست آنیل گذاشت لو رفت.
بعد از توبا حالا نوبت یه عشق جدید به اسم ملیکه برج آیگون بود که وارد زندگی طولگا بشه. اما این دوتا از سال 2019 با هم بودن و به تازگی هم به خاطر اختلاف عقیده‌هایی که با هم داشتن راهشون از هم جدا کردن. شماره 5. سرکای توتونجو. سرکای 30 ساله در حال حاضر مجرده. اون با بازی توی سریال آقای اشتباه کلی طرفدار پیدا کرد. اما در سال 2016 با شرکت کردن توی مسابقه سروایور بود که شناخته شد و وارد دنیای بازیگری شد. سرکای در طی همون مسابقه با یه طراح مد به اسم جانسو کانیشکان رابطه عاشقانه داشت. اما سرکای با معروف شدنش اونو از زندگیش پاک کرد و ازش جدا شد. بعد از اون سرکای با یه معلم یوگا و پیانو به اسم نسلی آلاگیر وارد یه رابطه 1 ساله شد. اما با بازی توی سریال آقای اشتباه و هم بازی شدنش با جمره گوملی گویا دفتر اون عشق هم براش بسته شد تا شایعه عشق اون و جمره سر زبونا بیفته. حالا معلوم نیست عشق اون و جمره شروع نشده تموم شد یا واقعا این رابطه شایعه‌ای بیش نبود. شماره 6. دنیز ایشین. این بازیگر جوون تو دلبرو که با بازی توی سریال همه جا تو شناخته شد و تازگی کلی طرفدار پیدا کرده هنوز درای قلبش رو به روی کسی باز نکرد و در حال حاضر مجرده. شماره 7. مهمت اصلان طوق. این بازیگر 59 ساله 24 سالی میشه که با دوران مجردی خداحافظی کرد و برخلاف اکثر بازیگرا اون یه ازدواج موفق رو تجربه کرده. بله، مهمت در سال 1996 با بازیگر ترک آرزوم اونان زندگی مشترکش رو شروع کرد و حاصل این ازدواج هم یه پسر به اسم جانه. خب ببینم از دیدن این ویدیو لذت بردین؟ طرفدارای سریال معصومیت کدوم بازیگر این سریال رو از همه بیشتر دوست دارین؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و مثل همیشه با لایک کردن این ویدیو دنبال کردنمون به ما کلی روحیه بدین برای ساخت ویدیوهای بیشتر و باحال‌تر.